با درود و سلام بیننده عزیز، برنامه اخباری آزادی را پیشکش میکنیم. من مومین احمدی هستم. خبرهای جهان تاجیکستان از روز 6 نوامبر. فشرده خبرها. دونالد ترامپ امروز با رهبران 5 کشور آسیای مرکزی در واشنگتن گپ میزند. وزیر کارهای خارجه آمریکا اعلام کرد که به آسیای مرکزی سفر دارد. من نقشه دارم سال آینده از 5 کشور آسیای مرکزی دیدن کنم. شاید این سفر 1 هفته دوام یابد. ما باید همراه شما برای عملی شدن آن کار کنیم. مخالفان تاجیک میگویند در طول 31 سال سرقانون کشور تنها به نفع پرزیدنت امامعلی رحمان تغییر کرده است. شما هر ساخت دولتداری را قبول نکنید، نتیجهش همون می شود که به نفع یک نفر، یک خانواده و مردم همون گونه که به حقوق بود باقی خواهد ماند. نزدیکان یک کارمند ساختمان نیروگاه راغون شکایت دارند که او در هنگام کار معیوب شده است ولی برایش کمکی نمی کنند. یک ترشید گمودیم بخدا وزلمی مبلغ نیست که مثل ما کل دوری را بگیریم. امامعلی رحمان و 4 رهبر دیگر آسیای مرکزی به واشنگتن سفر کردند تا با دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا دیدار و ملاقات کنند. در همین حال امنستی اینترنشنال، یک سازمان حامی حقوق بشر، از رئیس جمهوری آمریکا و اعضای کنگره خواسته است که هنگام صحبت با رهبران آسیای مرکزی رعایت حقوق انسان را در مرکز گفتگو قرار دهند. ملاقات امروز در شهر واشنگتن باید برگزار شود. از همکارم مارگو بوف در واشنگتن پرسیدم که رهبران آسیای مرکزی با دونالد ترامپ در چی باره گپ خواهند زد. دونالد ترامپ رهبران 5 کشور آسیای مرکزی را در یک جلسه بلندپایه‌ای در کاخ سفید استقبال می‌گیرد. این جلسه دهمی منطقوی بین این کشورها است که با نام C5+1 معروف است. از خبرنگارمان در قصر سفید پرسیدم چی مسائل قرار است در این نشست بررسی شود. The issue at the top of the agenda here at the White House is critical minerals. Donald Trump has made it a priority. در مرکز بررسی های نشست کاخ سفید استخراج کارکرد معدن های طبیعی نادر قرار دارد. دونالد ترامپ دسترسی بیشتر به نوع نادر معدن و ذخیره های را که برای امنیت ملی مهم ارزیابی می شوند در اولویت قرار داده است. کشورهای آسیای مرکزی کانهای غنی نوع مختلف معدن به مثل اوران، لیتی و ولفرام را دارند که در استحصال سلاح استفاده می شوند. در نشست نه فقط موضوع اشیاء خام بررسی می شود، رهبران همچنین درباره توسعه راه‌های تجارتی منطقه و ظرفیت آن برای کارکرد ثروت‌های زیرزمینی آن گفتگو خواهند کرد. تشکر از خبرنگارمان مارگو بوف که نشست پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با رهبران آسیای مرکزی را در واشنگتن پیگیری دارد. در برنامه‌های آینده تفصیلات این ملاقات را نشر خواهیم کرد. دیروز در دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا کاتب دولتی مارکو روبیو وزیران امور خارجه 5 کشور آسیای مرکزی را به حضور پذیرفته به این مناسبت یک جمع دایر نمود. در این نشست مقامداران ایالات متحده آمریکا درباره دورنمای همکاری‌های آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی تبادل نظر کردند. تفصیلات در گزارش همکارم کیومرسیاتو. Ladies and gentlemen, welcome to the State Department. جمع آمدی با تنتنه به مناسبت زیارت وزیران امور خارجه 5 کشور آسیای مرکزی را معاون کاتب دولتی یا وزیر امور خارجه آمریکا کریستوفر لنداو افتتاح کرد. او از سفرش به 2 کشور منطقه ازبکستان و قزاقستان یاد آورد. امکانات بزرگ داریم، امکانات خوبی رشد همکاری ها وجود دارد. به فکرم این یک دوره هیجان آور رشد همکاری های آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی می باشد. ما بسیار خوشحالیم که رهبران 5 کشور در واشنگتن حضور دارند و پگاه رشد همکاری ها را بررسی می کنند. ما همچنین افتخار داریم که وزیران کارهای خارجه این 5 کشور امروز با مایند. لنداو یادآور شد که او هفته گذشته همراه فرستاده خاص پرزیدنت آمریکا در امور آسیای مرکزی سینخیا گار به ازبکستان و قزاقستان سفر داشت. گار در نوبت خود گفت که ایالات متحده و کشورهای آسیای مرکزی صحیفه نوی را در روابط بین همدیگری باز خواهند کرد. وی در مراجعتش به وزیران خارجه آسیای مرکزی گفت
حضور شما در این تالار شهادت آن است که ما آینده کشورهای آسیای مرکزی را همچون کشورهای صاحب استقلال و شکوفان می‌بینیم. همچنان شاهدانیم که رهبران آمریکا در پی رشد روابط اقتصادی و استراتژی با آسیای مرکزی می‌باشند. این عمل منفعت کارگران و شرکت‌های آمریکایی را پیش برده انعکاس ارزش‌های ما خواهد بود. در این نشست جیم ریش رهبر کمیته روابط خارجی سنا مجلس بالایی کنگره آمریکا که در رشد روابط ایالات متحده با کشورهای آسیای مرکزی در چارچوب 35.1 سهم دارد سخنرانی کرد. او گفت که هفته روان کمیته آنها سند را برای قبول به سنات ارسال کرده است که راه را برای رشد همکاری‌های آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی باز می‌کند. اینجا من همراه با سناتور دین و دیگر همکارانم میباشم. ما هفته روان پیشنویس سندی را برای تصویب سناتوران فرستادیم که مانع‌ها در تجارت با کشورهای آسیای مرکزی را از بین میبرد. این از اعتبار ساقط شدن محدودیت جکسون وینیک میباشد. در پایان ملاقات با وزیران امور خارجه آسیای مرکزی، کاتب دولتی مارکو روبیو اظهار امید کرد که نشست امروزه رهبران در واشنگتن با نتیجه های نظررس به انجام می رسد، زیرا رهبران از این ملاقات انتظاری های بزرگ دارند. من نقشه دارم سال آینده از 5 کشور آسیای مرکزی دیدن کنم. شاید این سفر یک هفته دوام یابد. ما باید همراه شما برای عملی شدن آن کار کنیم. با همین نشست در دپارتمنت دولتی امریکا به پایان رسید و همه انتظار نتیجه نشست امروزه دونالد ترامپ با رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان هستند. برمیگردیم به تاجیکستان. 31 سال پیش در این روز در تاجیکستان نخستین سرقانون زمان استقلال قبول شد. این مهمترین سند در تاجیکستان است که شکل دولتداری بر اساس آن ساخته شده است. مخالفان میگویند سرقانون 3 بار به فایده پرزیدنت کنونی تغییر داده شده است. طرفداران حکومت نظر دیگر دارند. اسکندر خواجه میرزاده گزارش تهیه شده همکارانم را تقدیم میکند. عقوبت پیشنهاد کنند دپوتات‌ها که با کنستیتوسیا تغییرات وارد کردن در کار، همین 7 آواز را کوتا پایان میکنیم، از نه با آواز میمونیم، تمام قبول. کار محکمش که هیچ نکنیتون. برای رفتن من کنستیتوسیا را تغییر ندید. امام علی رحمان در روز قانونی اساسی در سال 2024 از قهار محکم پرزیدنت سابق تاجیکستان برای تغییر ندادن این سند ستایش کرده است. حرف‌هایی که حالا جانبدارانش در آستانه تجلیل از 31مین سالگرد قانون اساسی در شبکه‌های اجتماعی تبلیغ می‌کنند. توصیف از عملی که در 31 سال برعکس آن صورت گرفت. کنستیتوسیون تاجیکستان 3 بار تغییر یافت. کنستیتوسیون سال 2016 نظر کنید، دادن عنوان پیشوای ملت، اساسگذار صلح و وحدت و دیگر، دادن دخل ناپذیری بر رحمان و خانواده او، این چنین اختصاص دادن یک مقدار بودجه دولت به خاطر تبلیغ و تشویق پیشوای ملت و موزه و مصرف‌ها و خانواده او، این هم از دلالت از آن می‌دهد که پرزیدنت رحمان و خانواده او را از قانون و سندهای معیار حقوقی بین‌المللی بالاتر گذاشتگی هستند. تمام این تغییرات ها به خاطر یک هدف انجام شدن. این هم باشد تحکیم حاکمیت شخصی و حاکمیت خانوادگی و به میراث گذاشتن این حاکمیت به فرزندان یا اهل عائله و باید که در سطح قانونی اساسی این به میراث گذاشتن باید از لحاظ قانونی آماده شود. سرقانون تاجیکستان در 2 تغییر اول مهلت پرزیدنتی را از 2 5 ساله به 2 7 ساله تغییر داد و در آخرین دیگرگونی آن را به محدود کرد و به امام علی رحمان مقام پیشوای ملت داد و امکان فراهم آورد که به محدود پرزیدنت انتخاب شود. در ابتدای راه نیز در سال 1994 پس از 2 سال نظام پارلمانی که عملاً حکومت در اختیار امام علی رحمان رئیس پارلمان آن زمان بود، با تغییر کنستیتوسیا نظام پارلمانی به نظام پرزیدنتی تبدیل یافت. امام علی رحمان این تغییر را نجات تاجیکستان دانسته است. اگر همین این سود نبشید، نه اقتصادیات روش میکرد، نه ملت سرجم میشید، نه دیگر. مخالفان تغییر نظام دولتی را در اولین طرح قانون اساسی
آغاز حکومت خودکامه می‌دانند. ساختار پارلمانی توازن سیاسی را در تمام ساختارهای دولتی و شاخه‌های حاکمیت تامین می‌کرد و اجازت نمیداد که یک نفر حاکمیت را غصب کند و حکومت تاجیکستان را خانوادگی کند و این ضد منافع امامعلی رحمانوف بود و به این خاطر ساختار پارلمانی تاجیکستان به امامعلی رحمانوف خوش نبود و این را تغییر دادند. البته از نگاه بنده یک ساخت دولتداری جمهوری نیم پرزیدنتی و نیم پارلمانی مساوی‌تر می بود، اما مهمترین نکته این است که تا کجا این دولت دموکراتی است و حاکمیت از مردم وابسته است. در شرایط کنونی تاجیکستان تا وقتی که امامعلی رحمان در قدرت است، شما هر ساخت دولتداری را قبول نکنید، نتیجهش همون می شود که به نفع یک نفر، یک خانواده و مردم همون گونه که به حقوق بود باقی خواهد ماند. شماره شهروندانی که در رای پرسی مقامات تاجیکستان میگویند این کشور دموکراتی و حقوق بنیاد است و قانون اساسی آن را ضمانت می‌دهد. سازمان‌های بین المللی و بعضی از کشورهای غربی برعکس حکومت تاجیکستان را خودکامه و سرکوبگر می‌نامند. نزدیکان یک مرد در ناحیه شمس‌الدین شاهین شکایت دارند که سرابان خانواده هنگام کار در محل ساختمان نیروگاه راغون معیوب شده، حالا در خانه بستر است ولی هیچ کمکی نمیگیرد، در حالی که با گفته آنها در اول وعده شده بود اگر شکایت نکنند یاری خواهد شد. شکایت آنها را محمود جان رحمتزاده پیگیری کرد و حالا گزارش او را می‌بینیم. تا ماه ایون امسال سبزعلی محمدعلی نانآور و پرستاری خانواده بود. حالا برعکس 5 ماه می شود خانواده او را نگاه و بین می کند. در ساختمان نیروگاه راغون هنگام کار پرمه کو سبزعلی رو پیچاند. اعضای بدنش شکست و با همین روی بستر شد. مادرش میگوید حالا خانواده پولی ندارد او را طبابت کند. امی بچه میخرون میپوشمونه کلین منوالید بچه منوالید شون پنسیونر خدم کسالی امی میخرون میپوشمون خیلی که ترشید گمودیم بخدا وزلمی مبلغ نیست که مثل ما کل دوری را بگیریم. سبزعلی محمدعلی در راغون کارمند شرکت تگین بوده است. در اول به خانواده اش وعده کمک کرده اند ولی هیچ یاردمی نشده است. آنها میخواهند شرکت برای طبابت و به پا خیزاندن سبزعلی مدد کند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و رستم امامعلی خواهش میکنیم که امیرا یاردم کنن با یکم دولتی که برای سوش کنن. همین نونتی و آتی ما همیه دیگه ما هیچ که ما امکانه نداریم. حالا به او همچون معاش مبلغ معین از سوی اداره ساختمان راغون پرداخت می شده است. خانواده‌اش میگوید که این مبلغ را هم بعد شکایت‌های زیاد دریافت کرده است. اولش یک مدت نگذروندن، دعوا کردیم، مراجعت کردیم، اولش گذروندن 3800 دلار جون هیچی نمیشه. وقتی میریم همون مزه میخریمش دورو سفید کونه می 5 پیسه هیچی نمیشه. رو برای میخدونم چه ایستودیم. 2 سال پیش سبزعلی برای کار به راغون رفت. در اول بافنده ارماتور بوده است. بعدی حادثه ناخوش او را در بیمارستان راغون بستری کردند. اما ولادت در بالنسای راغون خواب بودیم 14 روز. بعدی بود بیمارخانه دوشنبه آمدیم قرابولو. بعد همجا پیرسه کردم استمون شکسته بود آهنش ماندن دخترش. از خواب بسیار حالا در پشت سبزعلی زخم پیدا شده است. اما مادرش باور دارد پسری 26 ساله شفا می‌یابد. برای طبابت به گفته مادر مبلغ زیادی در کار است. وی می‌خواهد شرکت کارفرما به خانواده سرمایه دهد تا پسرش را برای طبابت به خارج برد. برای این هر روز به شرکت مراجعت می‌کند، اما از شرکت پاسخی نمی‌رسد. راغون یک ساختمان دارای اهمیت عمومی ملی اعلان شده است. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. در صفحه تیک تاک و اینستاگرام رادیو آزادی ویدیوهای بیشتر نشر می‌شوند. در صفحه تلگرام رادیو آزادی در شکل کوتاه خبر و گزارش‌ها را خوانید. صفحه یوتیوب آزادی ویدیو و فیسبوک رادیو آزادی هر لحظه با مطلب‌های نو می‌شوند. با رادیو آزادی بمانید.